ورور پوښتنه کوي محترم مفتی صاحب، یک مسئله سوال داریم، آیا اونمو چیز که ما او را در جاپان یا در تورخم یا در اسلام قلعه بخریم و تعال او چیز به کابل نرسیده، ما می توانیم که او چیز را اینجا در کابل بفروشیم؟ اصل در حدیث شریف مسئله است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که کدام چیز که شما خریدی تعال و چیز را قبض نکردی نگرفتی، قبل از قبض کردن و چیز را به دیگر فروختن جایز نیست. تا وقتی که یک چیز ما و شما قبض نکنیم، قبل از قبض کردن به دیگر فروختن جایز نیست. لہذا کدام چیز که شما در دیگر ملک و وطن خریدی تعال و چیز اینجا به وطن شما به علاقه شما نرسید، شما او را بر دیگر کس می پروشی، اینمی جایز نیست. البته یک صورت داره، اونمو صورت اینمی است که اونجا مثلا شما یک چیز در اسلام قلعه، بر بارڈر اسلام قلعه یا بر مرز و سرحدی تورخم پاکستان اونجا یک چیز خریدی، تعال خو اینجا نرسیده، شما قبض نکردی، ولی اونجا شما دیگر کس را وکیل کردی، اونمو وکیل شما و چیز را قبض کرد. پس وقتی که وکیل و چیز را قبض کرد وی تو راست مثل که شما قبض کردی، پس می توانی که او چیز را اینجا در کابل بفروشی. قبل از اینکه او به کابل نرسیده هم شما می توانی که او چیز را بفروشی، زیرا که قبض وکیل قبض اصیل است، مثل که شما خود قبض کردی، پس فروختن اونمو چیز جایز است.